مامان، جانم مادر. یه قانون بهم یاد بده که سلوحه زندگیم کنم. حالا چرا یکی؟ پس چند تا؟ مامان، من 10 تا قانون توی زندگی بهت آموزش میدم که اگر رعایتشون بکنی و طبق همین قوانین پیش بری زندگیت گلستان میشه مامان. چه عالی. 1. سکوت آگاهانه داشته باش. حتما میگی یعنی چی؟ ببین، در جمعی قرار گرفتی، میخوای حرفی بزنی که زدن یا نزدنش هیچ توفیقی نداره. نکن، سکوت کن، شنونده فعال باش. 2. آروم باش. آرامش خودت رو توی تمام اتفاقهای زندگیت حفظ کن. 3. با خدا باش، پادشاهی کن. 4. همیشه به قلبت رجوع کن. قلبت بهت دروغ نمیگه مامان جان، تحت هیچ شرایطی. 5. نترس. 6. نگران نشو. 7. سعی کن سعی نکنی. 8. ذوق داشته باش برای تمام اتفاقهای زندگیت. طبیعت، آدمای اطرافت، نذار نعمت‌هات از چشمت بیفتن برات عادی بشن. همیشه ذوقشون رو داشته باش. 9. مامان جان، بر اساس عشق رفتار کن. و 10. تجلی نام خدا باش. خدا اسمش چیه؟ رزاق. مثل خدا روزی دهنده باش. خداوند یکی از اسمایش چیه؟ باقی. از خودت نام نیک به جا بذار. آن پروردگار باش. مامان، اگر تمام این قوانینی که بهت گفتم رو رعایت کنی زندگیت گلستان میشه. تو از خودت یک اثر نیک به جا میذاری تو جهان هستی. قبول داری؟ نظرت رو برام کامنت کن و این پست رو بفرست برای دوستان و عزیزانت. بذار این آگاهی به دست همه برسه. این حقیقت جهان هستیه.